وکیلان مجلس نمایندگان طرح سندی را تصویب کردند که اجازه می‌دهد بسیاری از رسمیات مهاجرت و گرفتن اجازه حقی کار در روسیه در داخل تاجیکستان انجام داده شود. این سند سال 2025 امضا شده. طبق آن شهروندان تاجیکستان باید در روسیه قبل از شروع به کار از معاینه طبی گذشته ایزی انگشت می‌سپردند. همکارم طاهری سفر این موضوع را پیگیری کرد و قبل از برنامه از او نخست درباره جزئیات سند پرسیدم. یادداشت و یا سندی که روز 8 اپریل در پارلمان تاجیکستان تصویب شد، سازشنامه درباره مهاجرت دست جوانان تاجیکان را به روسیه تغییر می‌دهد. این سازشنامه سال 2019 امضا شد، ولی هیچ سرگردانی یا دردسر مهاجران تاجیک را در روسیه کم نکرد. بر اساس سند نو، تاجیکان قبل از آغاز کار و یا گرفتن پتنت یا اجازه کار باید در روسیه معاینه طبی می‌شدند، نقش انگشت می‌دادند یا از زبان روسی و تاریخ روسیه امتحان می‌سپردند. حالا در صورت تصویب شدن پروتکل در دومه دولتی، داوطلبان حق کار در روسیه می‌توانند در تاجیکستان معاینه طبی شوند و شهادتنامه صحتی بگیرند. همچنین در داخل کشور ایزی انگشت سپارند، عکس بگیرند و گواهینامه بگیرند که در گذشته جنایت نکردند و یا برای کدام قانون شکنی جستجو نمی‌شوند. سپردن امتحان زبان روسی در تاجیکستان صورت می‌گیرد، ولی آنگونه که رسانه‌های روسی نوشتند این همه کار تحت نظارت متخصصان روسی انجام می‌شود. صالحه خال محمدزاده وزیر مهنت و مهاجرت تاجیکستان ضمن معرفی این سند در مجلس نمایندگان گفته است که هدف آن حفظ منفعت‌های مهاجران و کم کردن خراجات آنها میباشد. با گفته او، مهاجران پس از وارد شدن به روسیه تنها پتنت میگیرند و به کار شروع میکنند. به قول مقامات تاجیکستان، خرج مهاجران هم از این پس کم می شود و مثلا قیمت معاینه طبی و سند سلامتی در تاجیکستان فقط 300 سومانی می شود. در روسیه مهاجران تاجیک برای این سند تا 12,000 روبل روسی میدادند. شریف نورزاده معاون وزیر مهنت گفته است تدبیر که اندیشیدند نه تنها مبلغ مهاجران را صرفه میکند، بلکه از سرگردانی های احتمالی و اخراج آنها به سبب کدام بیماری پیشگیری می نماید. و سوال دیگر این بود که تا کجا این گفته های مقامات تاجیکستان اجرا شدنی هستند و آیا با راه یافتن مهاجران تاجیک به روسیه کار و زندگیشان آسان‌تر خواهد شد؟ در ظاهر رفتن به روسیه شروع کردن به کار آسان‌تر می شود، چون مثلا مهاجر دیگر مجبور نخواهد بود در روسیه هفته ها در نوبت‌های طولانی مرکزهای مهاجرتی به مثل صخره و وقت و پول خود را صرف کند. رفتن با سندهای آماده از تاجیکستان شاید روند گرفتن پتنت را صورت بخشد، ولی این هم احتمالاً به کارمند مرکز مهاجرتی روسیه وابسته خواهد بود که به گفته مهاجران تاجیک اگر دلش نخواست با هر بهانه آنها را پس می‌گرداند، پول و وقتشان را تلف می‌کند. اما این یادداشت بیشتر به آن داوطلبان کار در روسیه ارتباط می‌گیرد که با واسطه سیستم کار در روسیه و یا رابطه ورسی مستقیم به نزد کارفرمای می‌روند که او را انتظار است و شرایط زیست و کارش تا حد کفالت داده می‌شود. عین زمان پروتکل معنای آن را ندارد که هر کس خواهد با آسانی به روسیه می‌رود. برعکس، وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مثلا در فرودگاه دوشنبه خوجند می‌بیند که اگر مهاجر داغ سودی دارد یا ایزی انگشتش در منبع افراد مورد جستجو باشد او را از فرودگاه برمیگرداند. در عموم این سند برای مهاجرانی که قانونی می‌روند، صاحب کسب هستند، سبوکی می‌آورد و سرسانی او را در روسیه کم می‌کند. اما برای آنهایی که می‌خواهند توکلی و به سند به روسیه رفته و پنهانی کار کند، شرایط و زندگی سخت‌تر می شود. آنگونه که می‌دانیم تعداد مهاجرانی که در روسیه غیر قانونی کار می‌کنند و برای کارفرمایان روس نیروی کاری ارزان و آسان برای اخراج به حساب می‌روند بسیار زیاد است و قبول سند ظاهراً احوال آنها را دیگر نخواهد کرد. تشکر. همکارم طاهری سفر بود با نوگانی‌ها در زمینه این که اکنون آمادگی سندهای وابسته به مهاجرت کاری در روسیه باید در تاجیکستان انجام شود.